بینندگان گرامی بحث چگونه زیستن رو خدمتتون تقدیم می‌کنیم. قربان خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر. تا لوس نکن، این سوالا به تو نیومده چگونه زیستم. زحمت بکش نفس رو بده تو، یه کمی اون تو بچرخه، بعد بده بیرون. اگه گیر کرده بیرون نیومد، اون وقت بیا سراغ دکتر استراتژی تا بهت بگم که بری وایسی ته صف. از خود مقام عظما تا بقیه که هر روز ویزیتشون میکنم، مگه بدبختیشون غیر از همین چیه؟ نفسشون بالا نمیاد. زود باش برنامه‌تو شروع کن، ولی درست حسابیا، بی‌مزه بازی در نیاری. آقای دکتر، من یه چند تا از پیامک‌ها رو خیلی تون بخونم، حالا هر کدوم خواستید جواب بدید. بهترین و استراتژیکی ترینشون رو همین الان بخونم. گفتن آقای دکتر سلام، تنها فرزند پدرم هستم، گاهی وقتا پول برمی‌دارم، آیا حرام است یا نه؟ این مثلا استراتژیکی ترینت بود؟ معلوم نیست که اون موقع که شعور تقسیم می‌کردن تو کجا قایم شده بودی که فهم و شعورت اینطوری رفته زیر خط فقر؟ بدبختی گیر کرد. حالا نمیدونم آقای دکتر موقع جواب بدی؟ نه خیر، میخوام فوت کنم دور سرت بچرخونم. زدی ضایع کردی، نصف بحث هم ریختی رو میز، حالا میپرسی میخواین جواب بدین یا نه؟ خب مجبورم جواب بدم دیگه. عجب بدبختی گیر کردی. معلومه که وقتی یه دیوونه یه پیامکی رو میندازه وسط برنامه، 40 تا استراتژیست باید بیان جمعش کنن. به هر حال جواب کسی که پول بلند میکنه، چه از پدر چه همراه پدر، اینه که با الگو قرار دادن آق مجتبی خامنه‌ای هر چی که گیرش میاد ورداره بفرسته تو بانک‌های انگلیس، همونجا پاک میشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که هر کسی شد فزون سیم و زرش، زر نباریده زاسمان به سرش. گر نکو بنگری در او بینی، یا خودش دزد بوده یا پدرش. البته در مورد آق مجتبی هم خودش دزد بوده هم پدرش. البته خب روشنه که منظور دزدی مثبته، نه دزد سر گردنه و زورگیر که دوزار دزدی میکنه. بیشتر تو کار بیمه و بانک و اختل و خلاصه شرعیاتش جوره. تو پیامک انتخاب کردن که بد جوری زدی به جدول، گرگیرت هم که ماریدی ور اون ور. خودم کنترل اینجا به دست میگیرم. من با یکی کار دارم، اون جلیلی مشنگ بعد از مذاکرات مسکو از همونجا برام پیامک فرستاده. بخون ببینم چی نوشته. خیلی تشکر کردن از شما آقای دکتر و گفتن که از فرمایشاتون استفاده میکنن. اینم بدبختی و بیچارگی بزرگ منه. مذاکرات طوری پیش رفت که همه اونایی که میخواستن یه کمکی به نظام بکنن راشون بسته شد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه نصف کمپرسی خاکو با بیل خالی کرد، بعد گفت دیگه خسته شدم، به راننده گفت باقیش هم خودت با جک کمپرسی خالی کن. اینم 60 دور مذاکره کرده، تازه الان میگه یه مذاکره کارشناسی را بندازیم که بعد برسیم به دور اول مذاکره. پس تا حالا داشتی گل لغت میکردی ناکس. خلاصه الان اوضاع خطریه، باید خودمون رو صفر بچسبیم، چون که معلوم نیست از کجا قراره بخوریم. آقای دکتر من اینجا یه گریزی بزنم. اگه قراره که اتفاقی بیفته و تغییری اتفاق بیفته، ساکت شه بینم. مگه عقلت نمیرسه که قرار نیست این بحثا رو تو تلویزیون همینجوری بریزی بیرون؟ این بسیجی‌ها رو که میریزن کی بره با خاک انداز جمع کنه؟ زبون به دهن بگیر دیگه. اگه میزم دور گذاشتی که نتونم از این فاصله روشنت کنم، بدجوری کور خوندی. از قدیم گفتن که اگه دست هم بهت نرسه دستکش هم میرسه، اگه پام بهت نرسه کفش هم بهت میرسه. تجهیزات لازمم با خودم آوردم برای همچین روشن کردن از همین فاصله. حالا اون تشت مداد رنگی رو که گذاشته جلوت قشنگ مرتب کن که با این ضربه که خورده به هم ریخت اوضاعش داغون نباشه. اون گوشیت هم درست کن ببینم چه کار میکنی. تو که ظرفیت یه دونه کفش خوردن نداری، غلط کردی موجی برنامه استراتژی شدی. اصلا بحث رو عوض میکنم. این هفته من یک بدبختیایی رو دیدم که یه مدتی بدبختی خودمون و مقام عظما اصلا یادم رفت. این چه بلایی بود که سر او هیئت نوری مالکی تو پارلمان اروپا آوردن آخه. بدبخت بعد 90 بوقی هیئت فرستاده، یکیشونو که اصلا راه ندادن، عکسش هم داده بودن دست همه پلیسای اون دور و بر، یکی اینجوری یکی اینجوری که شناسایی بشه. اون یکی رو که گفتم برو اون پایین اون گوشه بشی صدات هم در نیاد. تا اینجاش آدم فکر میکرد که حال اینا رو بدجوری گرفتن. نگو اصل برنامه مال اونیه که قرار حرف بزنه. 4 کلو گفت و بلا گفت. لباس شسته رو اینطوری بچلونی پاره میشه. تازه الان
گرم خوب نفهمیدن که چیا بهشون گفتن. حکایت همونه که کاغذ خورد تو سرش، یه چند قدم رفت چیزیش نشد، بعد چند قدم ولو شد رو زمین. رفتن کاغذ رو باز کردن، دیدن توش نوشته 2 تا پاره آجر. البته مشنگی از خودشون هم بود. آخه مگه مجبوری جایی که بلد نیستی آدم بفرستی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که شوته رفت مهمونی اشل بالا، بهش گفتن این گلی که زدی به یقت خارش اذیتت نمیکنه؟ گفت والا خارش زیاد اذیت نمیکنه، ولی گلدونش که تو لباس همه بیچارم کرده. خیلی بامزه بود. بستنی بهت ندادم که بامزه باشه یا بی‌مزه، دارم آموزش استراتژی بهت میدم. میخوام بفهمی که نامه‌شون هم نباید بخونی. اوضاعشون طوری شده که دیگه منم کاری نمیتونم براشون بکنم. حداقل اینها رو میخونیم که حالا شاید کسی باشه بالاخره یه کمکی بتونه بکنه. من اینا رو تونتون بخونم. دارم بهت میگم نخون، باز میگی تونتون بخونم. شعورت نمیرسه که تونتون بخونی یا یواش یواش بخونی قضیهشون حل بشون نیست. چی میشد که پیدا میشد تو رو میبرد تو پارلمان اروپا کارواشت کنن از دست راحت بشی. جمع کنی برنامه تو و همون رنگه خودت بازی کن. نخواستی ناکس.